بروی گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. بینندای عزیز محترم، امروز روز گرامی داشت از میلاد مولای متقیان علی علیه السلام در مسجد عمومی بازار انگوری هودقل برگزار گردیده که خواستیم این ویدیو را با شما عزیزا شریک کنم. امیدوارم که تا آخر ویدیو ما را بیننده باشید و همراهی کنید. کعبه خود قلبی جهان است و ز غیب ذات خویش. کعبه خود قلبی جهان است و ز غیب ذات خویش. سر غیب الغیب در قلب جهان آمد پدید. مولای متقیان، جان جانان، نفس و جان پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب، صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم این روز بزرگ و میلاد دومین شخص عالم امکان امیر مومنان را به همه شما عزیزان و سروران گرامی. چند کلمه راجع به زندگانی آقا امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب شما میدانید که علی ابن ابی طالب کسی هست که از بچگی تا آخر عمر در کنار پیغمبر اکرم، تا آخر عمر پیغمبر اکرم در کنار آن حضرت بود. زمانی که علی ابن ابی طالب بچه بود، کودک بود، چون پیامبر در خانه ابی طالب زندگی میکرد و تحت سرپرستی پدر علی بود، لذا این پیامبری که به قول معروف 30 سال از علی ابن ابی طالب بزرگتر بود، علی را تربیت کرد. در نقل داریم که پیامبر اکرم با دستان مبارک خودش لقمه های غذا در دهان علی می‌گذاشت. کلام خود علی ابن ابی طالب است که فرمود من اونگونه با پیغمبر محشور بودم، اونگونه دنبال پیغمبر بودم که بچه شطور دنبال مادرش است. علی ابن ابی طالب از بچگی همان گونه که لقمه های غذا در دهانش به دست مبارک پیغمبر اکرم گذاشته میشد، همان گونه علم و حکمت و انسانیت و اخلاق در جان و روح علی ابن ابی طالب از مجرای پیغمبر تزریق میشد.
پیامبر به علی ابن ابی طالب خطاب میکنه. پیغمبر خداست، اشرف انبیا، سرور کائنات. فرمود انک تسمع ما اسمع، ای علی آنچه را که من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، آنچه را که من میبینم تو هم میبینی. مردم دنبال علی ابن ابی طالب باشید. مردم علی ابن ابی طالب را رها نکنید. مردم پیرو و دوستدار و محب علی ابن ابی طالب باشید. فانه مولاکم فاحبوه، علی مولا و آقای شماست، پس او را دوست بدارید. علمای محترم، شما هم اینها رو به مردم بگین، وظیفه داریم. امروز فقط در یک باب میگم، اسراف، اون هم در بخش‌های خاص، زیاده روی، بد مصرفی، بد خرجی. زندگی ما کجاست؟ درآمد ما چیه؟ کار ما چیه؟ جوانهای ما چی میکشند؟ دختران ما، جوانهای ما به خاطر همین گرانه ها از ازدواج باز ماندن. کسان را میشناسیم که 7 سال با هم عقد کردن اما توان عروسی ندارند. خانواده های را میشناسیم که در زمستان شاید نیم بوجه آرد بیشتر ندارند. خانواده های من خودم رفتم دیدم که به اندازه نیم سرچوب بیشتر در خانهش نبود. کسانی هستند که فرش اتاق محقر و گلینش، همین همسایه هایی که آمدن، آرایی که اینجا آمدن، یک سفرنجی کامل فرش نیست، پتوی درست ندارند. کسان مراجعه میکنن گاهی که میگه آقا ما یک مقدار گاز نداریم تا غذایی که اگر میخوایم بخوریم نان پخته کنیم یا غذا گرم کنیم. این یکی دوتا نیست. کسانی هستند که پیرزنها گاه مراجعه میکنن، میگه بچه های ما، نواسه های ما کفش در زمستان کفش پا ندارن، کفش های پاره میپوشند. خب این نمونه های زندگی ما. اما ما چی میکنیم؟ حالا از عروسی بمانه، از خانه بلدی ها بمانه، از لنگی خوری ها بمانه، اونها بمانه. فقط در فواتح، در فاتحه خانی ها چی میکشیم؟ افتضاح هست آقا، افتضاح. در حد سفاهت رسیده است. آدم عاقل کار نمیکنه. یکی از علمای محترم و خدوم و خدمتگزاری که در جلسه هم هست، همین 2 ماه پیش به من گفت که در قریه ما 3 تا فاتحه برگزار شد، از 1,60,000 افغانی تا 1,85,000 افغانی در یک فاتحه خرج شد. در یکی از فاتحه ها 35,000 افغانی فقط پول نوشابه شد. 35,000 افغانی زندگی یک خانواده را در طول 1 سال نجات میده، تأمین میکنه.
خدایا پروردگارا کریما رحیما، ای خدای بزرگ به حق علی ابن ابی طالب، به حق پیغمبر و آل پیامبر، خدایا به حق زهرای مرضیه، به حق سید الشهدا، خدایا به حق همه مقربان و آبرومندان درگاه قسم میدیم خدایا زندگی ما را، مرگ ما را زندگی و مرگ علی ابن ابی طالب قرار بده. خدایا ما را و نسل‌های ما را تا قیامت از علی و قرآن جدا مگردان. پروردگارا کجیهای زندگی ما اصلاح بفرما. خدایا به ما توفیق مسلمان بودن، مسلمان زندگی کردن، پاک و خوب زندگی کردن عنایت بفرما. خدایا ما را و جامعه ما را و فرزندان ما را باعث آبرومندی علی و اولاد علی قرار بده. خدایا دین ما، قرآن ما، ناموس ما، کشور ما، مذهب ما از همه خطرات محفوظ بدار. شر اشرار به سوی خودشان باز بگردان. به حق علی ابن ابی طالب خدایا برف و بارش رحمت خویش را بر ما بباران. پروردگارا از قحطی، از خشکسالی، از گرانی و از بیکاری همه ما را، ملت ما را، امت اسلام را نجات مرحمت بفرما. خدایا امت اسلامی، ملت‌های مسلمان، فلسطین مظلوم، لبنان و سوریه و باقی مظلومان عالم را از شر اشرار، از شر یهود و از شر استکبار جهانی حفظ بفرما. شر اسرائیل غاصب و حامیانشان را به خودشان باز بگردان. شادی روح مطهر علی ابن ابی طالب، ارواح شهدا و اموات، صلوات بر محمد و آله.